آقای قاضی هر بار خونه زنم بوی پیاز میداد، داشت غذا درست میکرد، ظرف میشست، لباس میشست، به بچه ها درس میداد، کارای خونش رو میکرد. پس من چی؟ وجود منو کلا نادیده گرفته این خانم. قاضی به خانومش میگه خب راست میگه شوهرت، درست زندگیت مهمه اما شوهرت هم مهمه. خانومش بلند میشه میگه آقا من 15 سال با این مرد زندگی کردم، تو این 15 سال فقط یک شب غذا درست نکردم. بهش گفتم امشب غذا درست نکردم که با همدیگه بریم بیرون شام بخوریم. یه دادی کشید که صداش تا 8 تا کوچه اونورتر رفت. هر بار بهش گفتم یه کارگر بگیر که توی خونه کمک دستم باشه، انقدر بعدش بهم قلمبه انداخت که حالت تهوع گرفتن. فقط یک بار فرصت نکردم لباساشو بشورم. بهش گفتم امروز فرصت نمیکنم این لباساتو بشورم، بده خوشویی. تا 1 ماه با من حرف نمیزد. اون وقت همین آقا یه زن صیغه کرده، توی بهترین منطقه شهر براش خونه اجاره کرده، غذا از بیرون براش سفارش میده، لباساشو میده خوشویی، اجازه نمیده اون خانم دست به سیاه و سفید بزنه. معلومه اون زن همیشه بوی عطر